مادری با فرزندانش وصیت نامه می نویسد. سلام شنوندگان عزیز. وصیت مادر: پسران مهربانم، دختران زیبایم، برای به دنیا آوردن شمایان به مردن هم راضی بودم و مرگ را به ذمه‌ام گرفته برای مادر شدن به همه عذاب‌های تولد کردن راضی بودم. وقتی که پیر میشوم در پیریم ارکگی میکنم، یک روی میکنم. مرا ببخشین، از من نرنجین. وقتی که شمایان خرد بودین، هرچی قدر ارکگی میکردین، یک روی میکردین، قبول میکردم، صبر میکردم. شمایان هم فرزندانم در پیریم به همه یک روی هایم از من نرنجین، صبر کنین. دختران زیبایم، پسران مهربانم، اگر در پیریم دستانم لرزان شود و در وقت خوراک خوریم طعام را خوردن نتوانسته ریزانم، مرا دشنام ندهین. شمایان را هم در خردیتان لباسهایتان چنگ و خاک میشد میشستم. اگر علاجی باشد لباسهای مرا هم شسته و عوض کنین. فرزندان مهربانم، اگر در پیریم تنه‌ام بوی بدی میکند، آدمان از من خزر میکنند، دوری میجویند، به یاد آرین که شمایان را هم در خردیتان آبازی دارنده و خوشبوی و معطر میکردم. به یاد آرین و مرا هم آبازی دارانین تا که در نزد آدمان شرمنده نشوم. فرزندان مهربانم، دختران زیبایم، در پیریم زود زود به نزدم درآیین. از صحبت‌هایتان مرا بی‌نصیب نکنین، زیرا صحبت شیرینی شمایان را زود زود پسماند میشوم. با من صحبت کردن را دریغ ندارین. اگر بگویم که برای چی به نزدم نمی آیین، به من نگویین که دین در نزدتان بودم، زیرا شمایان را روز و شب پسماند میشوم. فرزندان مهربانم، سیاهی سفیدی چشمانم، اگر فراموش خاطر شوم و نامهایتان را عوض کرده فریاد کنم، مرا دیوانه نگویین، زیرا تمامی فکر و خیالم در کلان کردن شمایان صرف کردم و در راه شمایان عقلم را فدا کردم. اگر در پیریم سخنهایی میگفتم را فراموش کرده و هرچی بگویم به حالم نخندین، به من کمک رسانین. یاد دارین در درسهایتان کمک میرساندم و چیزهای فراموش کرده اتون را به یادتان می آوردم. فرزندانی زیبایم، یاد دارین هر روز هر یکی شمایان از من هر گونه خوراک های با مزه می خواسته اتون را می گفتین، برایتان آماده می کردم. اگر مبادا دلم یگان نمود خوراکی خواست، بگویم از من غضبناک نشوین، زیرا در پیری با یک قاشق طعام شکم سیر می شود و همان طعام های به شمایان می پختم را به یادتان بیارین. فرزندانی زیبای و مهربانم، اگر که از دنیا گذشتم دفن کردنی مرا به عقیب نکشین. برای میراث جنگ و جنجال نکنین، بلکه هرچی زودتر مرا به خانه آخرتم برین. روز شمایان را هم در همانجا منتظر می شوم. فرزندان زیبایم، شمایان در حیاتم معنای مضمون دعاهایم بودین. عمرتون دراز شود و همیشه در زندگیتون خوشبخت بودنتون را از الله مهربان دعا می کردم. وقتی که از دنیا
гузаштам, ба дуоҳоятон маро зор накунед. маро ҳамеша ёд карда дар ҳаққам дуо кунед. рӯҳам шод бошад ва ҳамон лаҳза барои ба дунё овардани шумоён ки маргро ба зиммам гирифта будам, асло пушаймон намешавам. шунавандагони азиз, ҳамеша дар ҳаққи модарон аз Аллоҳи меҳрубон дуо кунем ки ба сари мо фарзандон ҳамеша сиҳату саломат ва дуогӯ бошанд. худованди меҳрубон нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз.